به نام خدا. در برنامه این هفته آنسوی خبرها میخواهم درباره سببها و چرایی فشارها بر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اینکه این فشارها در این چند ماه اخیر خیلی شدت یافته است صحبت کنم. البته قبل از بیان این مسئله ناگزیرم یک مقدمه عرض کنم و آن این که در یک تقسیم بندی حرکت ها و گروه های اسلامگرایی موجود در امروز در جهان اسلام رو میتوان به 3 دسته تقسیم کرد. دسته اول یا گروه اول حرکت هایی هستند که اینها رویکرد تندگرایانه افراطی دارند. کارشان قتل و کشتار و تروریست هستند. حالا درباره اینکه چرا اینها همچنین روش را برای خود برگزیده اند حالا بحث خواهم کرد در پایین. دسته دوم احزاب اسلامی هستند که اینها در اصل روش تندگرایانه افراطی ندارند، خب ولی به سبب برخی از عوامل و عوامل بیرونی روی کردشان تندگرایانه شده است، روی به افراط آورده اند. درباره این هم بحث میکنم. دسته سوم، گروه سوم احزاب اسلامگرایی هستند که اینها سعی میکنند تمامی حرکات و سکناتشان، تحرکاتشان، فعالیت‌هایشان طبق آنچه که اسلام گفته است، یعنی در چارچوب شریعت صورت بگیرد. اینها را در جهان اسلام به عنوان گروه‌های معتدل و میانه‌رو میشناسند، یعنی به همین نام مطرح میشوند. حالا به تفصیل درباره هر یک از این حرکت ها من مطالب را عرض کنم. ببینید، گروه اول که گفتیم روشی تندگرایانه دارد، افراطی هست، اینها نمونه بارزش هم همین القاعده و پیروان و دنبالروان این گروه هست. اینها اعتقادشان این است که فقط با راه جهاد و به اصطلاح قیام مسلحانه به هدف میرسند، به هدف نهاییشان. هدف نهایی اینها خب برپایی یک دولت اسلامی است، البته با یک برداشت خاص خودشان از اون دولت، ولی جهاد را نه به عنوان وسیله بلکه به عنوان یک هدف متوسطه میدانند. یعنی اینها معتقد هستند که رسیدن به اون هدف نهایی جز از همین طریق، از طریق جهاد میسر نیست، باید هم جهاد کرد، قیام مسلحانه کرد و آنگاه میتوان رسید. دلیل هم میارند برای خودشان، میگن پیامبر روشش همین بود، که البته حالا اینجا بحثش نیست، من در جای خودش بحث میکنم که این خطاست، این اشتباه هست. مبانی فکری گروه های مثل القاعده و همچنین گروه هایی که روشی تندگرایانه و افراطگرایانه دارند، اینها مبانی فکری و اون اساس های فکری اینها یک تلفیق و آمیزه است از عقاید افراطی محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه، این پایه‌گذاران مسلک وهابیت و سلفیت و اندیشه های سیاسی مرحوم سید قطب. اینها آمدن بین این دو یک تلفیق و آمیزه انجام دادند. در عقیده سلفی هستند و در روش و در رویکرد سیاسی از اندیشه های سید قطب اینها پیروی میکنند. در جهان امروز این گروه چندان پایگاهی مردمی ندارد. ببینید، اینها میتوانند در یک کشور بیان، در یک مدت خیلی کوتاه یک بیبندوباری راه اندازند و هرج و مرج راه اندازند و شاید هم تا جایی موفق بشوند، اما زمینه مردمی، پایگاهی مردمی ندارند. نمیتوانند در یک جا به صورتی
طولانی ماندگار شوند به خاطر همون روش های غلط و اشتباه هایشان. ببینید و همچنین بیشتری علما و مجتهدان معاصر با این طرز تفکر و با این روش مخالفند. شما ببینید همین گروه های افراطگرا و تروریست که متاسفانه نام اسلامگرا هم روی آنها گذاشته می شود که البته اسلام از اینها بیزار است، اینها در رأس اینها هیچ مجتهد یا عالم قرار ندارد. هستند چند نفر که برای خود نامی خودشان را عالم بدانند اما عالم نیستند. یعنی به عبارت دیگر اینها در جهان اسلام به عنوان یک عالم و مجتهد اعتراف نشده اند. اینها آینده ندارند، نه پایگاه دارند و نه آینده خواهند داشت، چون انسان با زور و ترور و افراط و جایی نخواهد رسید. کسی با این راه به جایی نرسیده است. و اما گروه دوم که گفتیم اینها در اصل تندگرا نیستند، برنامه ها و اهدافشان تندگرایانه نیست، اما به خاطر یک عوامل بیرونی ناچار شدند روی به همین افراط بیاورند. مثل نمونهش هم مثل حزب التحریر. حزب التحریر ببینید اینها برنامه هایش، اهدافش، خط مشیش در کتاب ها و رساله های تقی الدین نبهانی پایه‌گذار این حزب خب نوشته شده است. در اونجا شما با یک چیزی به نام تندگرایی مواجه نمیشوید، برخورد نمیکنید، روبرو نمیشوید. اما چرا مثلا اینها خصوصا در این چند سال اخیر یا آمادند روش تندگرایانه را پیشه کردند یا از حرکت‌های افراطی دیگر گروه‌های افراطی حمایت کردند؟ به این خاطری که خودشان هم تحت فشار قرار گرفتند. در همه کشورهای اسلامی اینها تحت فشارند. شما در هیچ جای عالم سراغ ندارید که حزب التحریر به عنوان یک حزب سیاسی اسلامی از سوی کشورها اعتراف شده باشد. حالا فکر می‌کنم یکی دو تا کشور هستند، مثلا در شنیدم اینو، البته حالا من اطمینان ندارم، اما شنیدم که در اوکراین این حزب به عنوان یک حزب رسمی اعتراف شده است. البته اینها عرض کردم اینها تندگرا نیستند، اما بعداً به خاطر عوامل بیرونی روی به تندگرایی آوردن. و اما گروه سوم، دسته سوم که گفتم اینها با عنوان حرکت‌های اسلامگرایی معتدل و میانه رو مطرح هستند، اینها پرطرفدارترین گروه در جهان اسلام هستند. نمونه بارزش هم اخوان المسلمین است. اخوان المسلمین یک جریان اسلامگرایی سیاسی که خیلی ریشه دارد، یعنی تقریبا بیشتر از 80 سال عمر دارد این حزب و در رأسش هم علما و دانشمندان مجتهد قرار دارند و بینی شما در تمام کشورهایی که البته کشورهای اهل تسنن مرادم که احزاب اسلامی باشد و طرفدار داشته باشد، بیشتر اینها اخوانی هستند. البته اخوان المسلمین در همه جا با این نام معروف نیستند. یعنی شما فقط در مصر می‌بینید که نام اینها اخوان المسلمین است یا در سوریه، اما در تونس مثلا اینها با نامی حزب نهضت معروف هستند، حرکت نهضت. یا در پاکستان مثلا اینها با عنوان جماعت اسلامی شناخته شده اند که هم پایه‌گذارش مودودی است. این حرکت هم، این جنبش هم، یعنی جماعت اسلامی پاکستان هم دقیقاً در خط مشی اینها مثل اخوان است، تقریبا هیچ تفاوتی ندارد. یا در افغانستان همین جماعت اسلامی، همین حزب جماعت که پایه‌گذارش مرحوم استاد ربانی بودند، اینها هم در برنامه و خط مشی همون اخوانی هستند. چندان تفاوتی نیست مگر در شکل و این هاست. یا در خود کشوری ما همین تاجیکستان حزب نهضت، این هم در اندیشه ها و افکار مثل اخوان هست. ببین اینها
من باز تکرار کنم، اخوان در همه جا یک شکل و یک رنگ نیست. یعنی از یک کشور تا یک کشور اینها شکلشان و گونهشان و اینها فرق دارد، یعنی مطابق با اون فضا و شرایطی حاکم در همون جامعه است. اما در اون مبانی فکری، در اساسهای اندیشه فکری از همه دارای یک سرچشمه هستند که همان اندیشه های شیخ حسن البنا است، در این شکی نیست. ببینید من اینها را که مطرح کردم، این مسائل را اینها هم مقدمه بودند. این هم عرض کنم مثلا در ترکیه حزب عدالت و توسعه هم این هم اخوانی است. همین نخست وزیر این کشور و رئیس جمهور این کشور عبدالله گل و رجب طیب اردوغان اینها اخوانی هستند، اخوان المسلمین هستند. منتها چون شکل و عرض کردم که شکل و گونه این حزب از یک کشور تا یک کشور فرق میکنند. خب اینا همه مقدمه بودن برای این. در جهان اسلام متاسفانه بیشتری حکومت های دیکتاتوری هستند، خودکامه دیکتاتوری هستند. این که همه میدونند، یا پادشاهی است که قدرت از پدر به پسر میگذرد، یا اگر نظام جمهوریت هم باشد یک نوع دیکتاتوری است. رئیس جمهور 20 سال مثلا 30 سال فقط یک نفر است. انتخابات هم هست شکلی، وقتی تمام می شود مدت ریاستش میرن در مثلا پارلمان یا قانونی قبول میکنند یا کاری میکنند و یا تمدید میکنند یا کاری میکنند که همون خودش یا پسرش بماند. در کشورهای یک همچنین کشورهای این کشورها ترسشان از این سه گروه، از این سه دسته حرکت های اسلام که عرض کردم، فقط از گروه سوم میترسند و میهراسند، یعنی از معتدل ها و میانه رو ها. توجه هستید؟ اینها هرگز از دسته اول مثل القاعده و اینها نترسیدند. اصلا امیدشان آرزویشان این است که کاش حرکت های اسلامی همه مثل القاعده بودند، افراطگرا و تروریست و اینها. از دسته دوم هم چندان هراسی ندارند، فقط هراسشان از گروهی سوم است، از میانه روها و معتدل ها مثل اخوان المسلمین یا همین حزب عدالت و توسعه. از اینها میترسند. چرا؟ علتش در این است. ببینید اینها میدانند، دیدند که اسلامگراهای معتدل دارای درک و فهمی سیاسی هستند، میتوانند جامعه را اداره کنند و خوب هم اداره کنند. شما نمونه اش را در ترکیه نگاه کنید. پس از آنکه همین حزب عدالت و توسعه سر قدرت رسید، ترکیه در ظرف یک چند سال از یک کشوری نمیگویم عقب افتاده، اما خیلی عقب بود از این وضعی که امروز دارد. قبلا این چنین نبود، هم وضع مردمش پایین بود، هم خود کشور چندان پیشرفت نداشت. اما بعدی که حزب عدالت و توسعه سر قدرت رسید، در ظرف چند روز خیلی پیشرفت. واقعا یعنی شگفت انگیز بود این حرکت ترکیه. هم جامعه اصلاح شد، یعنی از فساد اداری و از نظری فرهنگی پیشرفت کرد، هم از نظر اقتصادی. پیشرفت‌های اقتصادی ترکیه واقعا چشمگیرند و همه اینها به خاطر همین تلاش‌های حزب عدالت و توسعه بود. بعد از تجربه ترکیه، کشورهای عربی مثل مصر یا لیبی، تونس، همینایی که بهار عربی اینها صورت گرفت، خودکامه ها هرچند رفتند با اون در مصر
لیبی یا تونس رفتند، اینها واقعا با مردم راهپیمایی تظاهر انقلاب شد و اینها رفتند، اما عواملشان نرفت. کسایی که منافع و مصالح داشتن اینها که نرفتن از میدان، قدرت دستشان بود و هنوز هم هست. اینها سعی کردند که همین گروهی سوم را که از پایگاه مردمی برخوردار است، همین مثل اخوان المسلمین را سیاه کنند، اینها را افراطی و تندگرا و تروریست نشان دهند. شما دیدید در همین مصر 1 ساعت نگذاشتند که نفس بکشد این حکومت اخوان المسلمین، نگذاشتند. در رسانه ها چهره سیاه کردن چهره ها شروع شد با این صورتی که همه دیدیم سرنگونش کردند حکومت خامنه‌ای را. باز همون سابق، همون کسانی که وابسته به نظامی سابق، همون نظام مبارک بودن سر قدرت آمدند، هیچ فرقی نکرده است. در تونس هم همین تلاش هست، در لیبی هم بدتر از این، یعنی با یک وضعیت بدتر از اینها تلاش میکنند که اسلامگرایان معتدل از میدان حذف شوند. متوجه هستید؟ در مصر همین ارتش آمد در شبه جزیره نیم جزیره سینا یک گروه را ساخت، با دلیل عرض میکنم این را، گروه تروریستی را با اونها خرابکاری کردند و کارهای ناپسند آنها را بر سر اخوان ریختند. بالاخره کاری کردند که اخوان هم با عنوان یک گروهی تندگرا و افراطی معرفی شود، متاسفانه. متوجه هستید؟ لذا کشورهای منطقه، حاکمان خودکامه، حکومت‌های دیکتاتور، هراسشان از همین گروه هست. اگر در مصر میگذاشتند همین حکومت اخوان حکومت میکرد، سر قدرت میماند، در ظرف 4 سال هم مصر هم مثل ترکیه میشد. خودکامه ها از همین ترسیدند، مصالح و منافع خود را زیر خطر دیدند، اینها برای همین این بلا را سرش آوردند. ببینید، برگردیم به تاجیکستان خودمون. بحثی من این بود، همه آنچه که عرض کردم مقدمه بود. چرا تلاش میکنند که حزب نهضت بین مردم سیاه شود با این فیلم ها و نوارها، و یا کاری میکنند که نهضت دست به یک حرکتی بزند که اون وقت بهانه بدهد به دستی همین نظامی موجود در کشور ما که او را به افراطگرایی متهم کنند. همش به خاطر همین، چون میدانند که اینها از اون ظرفیت و پتانسیل برخوردار هستند که فردا جامعه را اداره کنند، تاجیکستان را از فساد اداری آزاد کنند، اقتصاد تاجیکستان پیشرفت شود. تردیدی نکنید. خب این به نفع این خودکامه ها نیست، به نفع این سیاستمداران و دولت مردان کنونی که چقدر ثروتمند شدند از در ظرف 20 سال. خب اینا همیشه اینا دیدن در خطر، دیدن اینا. هیچ وقت این کشورها، این خودکامه ها از گروه های افراطی ترسی ندارند، بلکه اینها رو استفاده میکنند برای خودشان. همین القاعده و مثل همون گروه ها خودشان آگاه نیستند، اما همیشه موردی سوء استفاده دیگران قرار گرفتند. تو همین افغانستان در زمانش آمریکا کمک میکرد اینها رو، یا مثلا وقتی میخوان از اسلام چهره بد نشان دهند، اعمال همونها را به رخ همه میکشند، قتل و کشتارهای آنها را به رخ همه میکشند. هیچ وقت از حرکت های معتدل اینها به عنوان اسلام نشان ندادند. اینها نگفتند من حرکت اسلامگرا این است. همین میگن که اسلامگرا یعنی بن لادن و القاعده و اینا. سبب اساسی فشارها بر نهضت همین است. کاری میخواهند بکنند که این
حرکت، این جنبش، این حزب سیاسی دست به یک اقدامی به جای بزند. یعنی هی شما رو فشار بیارن به شما. خب حتی اگر رهبریتش هم این را نخواهد، اعضای قطاریش که بر رهبریت تو فشار میبیارن، میگن شما کاری کنید، تا کی صبر کنید شما؟ ها؟ ببینید همش به خاطر همین کاری کند، بعد یک حرکتی انجام بدهد، اون وقت بهانه به دستی این خودکامه ها بیافتد و شروع کنند به سرکوب و دنیا هم بگویند ما به شما گفتیم، به جهان، مثلا به کشورهایی که مثل امریکا و اتحاد اروپا و اینها که متاسفانه اونها هم همیشه چشم میپوشند که ببینید ما به شما گفته بودیم اسلامگراها تروریست هستند. بنابراین باید به نظر من نهضت اسلامی در مرحله کنونی حواسش جمع باشد. خیلی باید احتیاط کنند. این برنامه شیطانی همین است هدفش. بنابراین من با این گفته جناب کبیری که در همین گفتگوی اخیرش با خبرگزاری آزادگان بود کاملا موافقم. ایشان حرف خوبی زد، گفت که ما تا لحظه آخر صبر خواهیم کرد، چون بی‌صبری عاقبتش نزاع هست، از بین رفتن ثبات هست که این را ما برای ملت و کشور نمیخواهیم. بگذار ما را تنقید کنند، متهم به صبر زیاد و تحملی بی‌توجیه کنند، ولی مطمئن باشند که ما هیچ وقت به احساسات داده نمیشیم. درست است این حرف. دقیقاً فهمیده است وضعیت را طرف. ایشان ادامه میدهد و تلاش میکنیم با کمال خونسردی مسئله را بفهمانیم و به پیش حرکت کنیم، چون به صبوری زیاد متهم شدن بهتر از آن است که مسلمان ها را به افراطگرایی و اکستریمیستی متهم نمایند. به اکستریمیسم متهم کردن مسلمان ها البته کاری نوی هم نیست و همچنین گفته است جناب کبیری تا امروز کسی بهانه نداده است. خدای نکرده اگر از طرف ما واکنشی جدی‌تر کرده شود، حتی در چهارچوبه قانون هم باشد، این دستی بعضی ها را باز میکند برای سرکوب کردن و استفاده از زوراوری. درست است. این حکومت دنبال همین است. اگر این تحلیل راست باشد، یعنی اگر اینکه مثلا واقعا حکومت نخواهد اینها دست به اقدامی یا وقت خشونت آمیزی بزنند، برای ما واجب می شود که از صبری بیشتر استفاده کنیم، چون من هیچگاه نمی خواهم این همه فشارها باعث خونریزی شود، باعث آن شود که فرزندی تاجیک از نو یتیم ماند، پدران محبوس شوند، مادران بیوه مانند. ما اینها را از سر گذرانده ایم. خب دیگر وقتی ما هم روی به پایین است، در آخر فقط دعا میکنیم که خداوند این حکومتی خودکامه امان را یک کاری کند که چشمانشان را کشایند. این خیلی نمیشد شما ادامه بدهید. شما با حزبی که حرکتی که در بین مردم از یک جایگاه برخوردار است، با فشار آوردن بر او به جای نخواهی رسید. فقط خودتان سیاه خواهید شد. و همچنین از خدا میخواهیم که باز صبر و تحملی بیشتر به اعضای این گروه عطا بکند که در این مرحله حساس یا وقت اقدامی به جای صورت نگیرد. سلامت باشید.